خب سوالی دیگر آمده است که آیا ما در دکانهامون قلمفور، الچه زنبور، خار، نعل اسب همین ها را مقصد میگذاریم، آویزان میکنیم؟ مقصد ما همین است که یعنی در همین کارهای ما، در مقصد روزگذرانی های ما، در سودای ما برکت می شود، خیر می شود. آیا مقصد همین از نگاه دین چگونه است؟ برادرای عزیز و گرامی، از نگاه دین وقتی ما قلمفور یا الچه زنبور یا گویم که ولی خارهای کلان کلان هستند، او را مثال میاریم دروازه هایی که در همون خانه زندگی میکنیم، یا نعل اسب میاریم میگذاریم، اینها شو به مقصدی میاریم که در خانه ای که اگر خار یا نعل اسب باشد ای زهر چشم و همچنان در او خانه برکت می شود و گویم جنجال و بدبختی در او خانه نمی شود. از الچه زنبور و این قلمفور و اینها را سوداگرها بیشتر میبرند، در دکاناشون میمانند به مقصدی که سوداهاشون کشاده و سوداهاشون بسیار بسیار گویم سر سودا شود، سودا تیز شود. حتی از زمان بعضی مردم همون از گرگ پوست میگرفتن، بعضی هم پوست های مادینگیش هم میگرفتن، همراهشون میگرداندن که گویا که اگر همون در برت باشد مقصد تو حیبت داری و تو وقار داری و یعنی تو را هیچ کس مقصد هیچ کار گرفتن نمیتونه. اینا همه اینهایی که من گفتم برادرای، همه اینها شرک هستند، همه اینها خرافاتند. اگر هر کسی که با اینها تکیه میکند، از اینها برادرای عزیز یاردم طلب میکند، از اینها یگان برار طلب میکند، شما میدونید که یعنی شما همچون اینها را معبود خودتان قرار دادید. یعنی خدای شما، پروردگار شما انا اینها هست. زیرا خدای مهربان ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت یگانه عبادت خاص من است و هر چیزی را که شما اگر خواهشاتان باشد فقط از من طلب کنید. من آیت قرآن برادر عزیز چند آیت در اینجا نگاه کردم. اگه آیت ها در باب شرک به نهایت زیاد است. خدای مهربان در سوره نساء آیت 116 ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و ما یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. خدا میگه همه گناه را میبخشم مگر شرک نمیبخشم. و هر کسی که اگر به شرک داده شد بسیار در یک زلالتی، بسیار زلالتی بده، بسیار یک گمراهی، بسیار در یک بدبختی او دوچار شده است. این از سوره نساء بود. سوره مبارکه انعام آیت 88 ذلك هدى الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. اینش با وزنی تر برادر عزیز. خداوند میگه اگر هر کسی که با عملهای شرک همیشه دست بزند، همیشه به شرک مبتلا شود، مثل که همین کردارهایی که بود، داند که تمام اعمال خیرش از نامه اعمالش دور میکنه. آیت دیگری از سوره مبارکه کهف آیت 110 الله میگه قل انما انا بشر مثلكم
یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا. خدای مهربان گفت هر کسی که اگر خواهش و ارادش همین باشد که روز قیامت جمال مرا بیند او عمل صالح کند ولی شرک هیچ وقت انجام نتید. انامین هایی که گفتم برادرای عزیز، ولی موره های چشمی هست که در گهواره های کودکان کشال میکنیم، در گردن های خودمان کشال میکردیم. ولی باز در بعضی آشخانه ها دیدم که حتی یک صورت چشم کلان آوردگی هم تا آویزان کرده است، گویا که از چشم نگاه می داشته باشد. نه برادران عزیز، همه اینا شرک با خدا هستند، همه اینا خرافات هستند، همه اینها مقصد گناه هستند. گناهاشون تمام اعمال نیکتون از بین میبرد. ببینید تمام ثوابهاتون از بین میبرد. شما با اینها تکیه نکنید. خدای مهربان گفت و ما یتوکل علی الله فهو حسبه. شما با من تکیه کنید، من شما را بسم. نه به خار، ببینید، نه به مهره، نه به نل، نه به قلنفور، نه به الچه زنبور و نه دیگر، نه دیگر به هیچ چیز تکیه نکنید، فقط به من تکیه کنید، من برای شما بسنده ام. شما میدونید که محمد عمر سربازی در کتابش میارد که اگر یک نفر سحر مقصد میرود به خاطر که یک مرغ دارد، الچه مرغش میرود، میخواد که ما را دانه تید، میبیند که مرغهاش همه مقصد کشته شدن، یک روبه آمده است همش کشته است. میگه اگر در همین جا همین انسان گوید که من سگ می داشتم، همین روبه طرف همین الچه مرغای من نمی آمد، همینجا شرکی با خدا کرده است. زیرا که این آدم مقصد بین ضرر از الله نمی بیند، بلکه میگه سگ می داشتم مرغای من زیان نمی دید. برادر عزیز، بسیار نازکی ها داره. حتی خدا رحمت کند ابوبکر وراقی را، میگه وقتی که فرزندش در خوابش دید گفت چی ای حالت؟ گفت پدر چگونه ای؟ گفت انشاءالله از پیش خداوند نجات یافتم، لیکن در یک مسئله خیلی عتابم کرد. گفت چی مسئله بود؟ گفت یک بار شیر خوردم شکمم درد کرد، گفتم همون شیر اگر همین سبب شکم دردی من همون شیر شیدگیه. بین وقتی یک ضرر از شیر دیدم گفت این شیر که با خدا شده است. یعنی ما باید میلش اگر شیرم در ما زیان کرده باشد گوییم که خدای مهربان مقصد همین دردی که در من از جانب الله هست. اونها یک سببن، یعنی اونها نه ضرر داده میتونن نه فایده، اونها یک سببن، لیکن ضرر و فایده همش از جانب الله دیدن در کار. و این خاطر این ممکن نیست اینها را مقصد شما نکنید که هم عمل صالح تا نابود می شود، هم بینین خدای نکرده به همین اعتقاد اگر ای دنیا گذارین الله میگه من این گناه شما را نمی بخشم. و آدم مشرک در پیش خداوند بسیار بی‌قدره، بسیار بگیم که یک آدمی در خجالته. ولی همین شیعه ها را برای چی قدر اهل سنت مذمت میکنن؟ به خاطر که شرک بسیار دارن، به خاطر که قبر پرستی دارن، به خاطر که آدم پرستی دارن، به خاطر که تمامی همون یاردم هاشون از مخلوق میکنن. به همین خاطر این امروز همون شیعه ها را اهل سنت مذمت و ملامت میکنن.